به نام خدا. سلام به همه عزیزای دل کنکوری، امیدوارم حالتون خوب باشه. من آریان درخشانفرم. امروزم با یه تحلیل آزمون دیگه در خدمتتونم. آزمونی که امروز با هم بررسی میکنیم آزمونی از مؤسسه مازه. تاریخ برگزاریشم 27 شهریور ماهه. من بخش ریاضیات مربوط به هم رشته تجربی و هم رشته ریاضی رو توی این تحلیل و توی این ضبط ویدیو براتون حل و بررسیشو انجام میدم. بخش ریاضی خب رشته تجربیمون خیلی واضحه، 20 تا سوال داره. بخش ریاضیات رشته ریاضیمون فقط حسابانش رو تو این بخش با هم بررسی میکنیم و در نظر داشته باشید 20 تا سوال حسابانش هم دقیقا مشابه همون 20 تا سوال رشته تجربی هستش و بخش مربوط به هندسش هم توی ویدیو جدا براتون ضبطش رو انجام میدم. به رسم ابتدای هر تحلیل آزمون که با هم داریم من یه معرفی کوتاهی از خودم داشته باشم. آریان درخشانفرم، دانشجوی پزشکی، فارغ التحصیل هلی 1 تهران، مؤلف اصلی کتاب مبتکران IMC ریاضیات و طراح دوره‌های قبل ریاضیات فیثاغورس و هلی سنج بودم. خب تحلیلمون رو قبل از اینکه شروع بکنم من یه یادآوری انجام بدم بهتون. ما سوالات هر آزمون رو توی 4 تا سطح هنگامی که داریم تحلیلش میکنیم تقسیم بندی میکنیم، از Q1 تا Q4. Q1 ساده ترین سبک سوال اون آزمون ما هست و Q4 سخت ترین و به قول پرنکته ترین و جذاب ترین سوال اون آزمون ماست. خب بالاخره خودتون در جریان هستید، آزمون مؤسسات خیلی زیاد شده و نمیشه همه رو با هم شرکت کرد. اون آزمونایی که وقتتون نمیرسه که کامل تحلیلش رو انجام بدید، سوالات صرفا میتونید Q3 و Q4 رو از کانال ما دنبال بکنید. من توی کانال آزمونمون فقط ریاضیات رو براتون تحلیل انجام میدم، اما بخشای دیگه آزمون ها اگه بخواید حالا به تحلیلاشون دسترسی داشته باشید نظیر زیست شناسی، شیمی و فیزیک، میتونید حالا از کانال تلگرامی آزمونیتی، آپارات آزمونیتی، یوتیوب آزمونیتی همش دنبال بکنید و توی هر 3 تا بستر براتون ویدیوها رو آپلود میکنیم. خب بریم سراغ بررسی سوالاتمون. سوال شماره 141 که میشه معادل سوال شماره اول رشته ریاضی، یعنی در نظر داشته باشید دیگه سوال 160 هم میشه سوال 20 رشته ریاضی. من دیگه این مورد رو نمیگم. پس ما داریم همزمان هم رشته تجربی رو بررسی میکنیم هم حسابان مربوط به رشته ریاضی. میگه اگر آ یک بازه نیمه باز باشه از -3 بسته تا 5 باز و مجموع اعداد حقیقی هم به عنوان مرجع در نظر بگیریم، مجموعه آ پریم اشتراکش با -7 باز تا 1 بسته شامل چند تا عدد صحیح است؟ توی تسته که مربوط به بازه هست، حالا هر کاری که میخواد با بازه انجام بده شاخبازی در نیارید، مستقیم برید سمت نمودار اعداد. نمودار اعداد کارتون رو ساده میکنه، نیاز نیست از روابط پیچیده استفاده کنید. مجموعه آ ما میشه، شما تصور کنید -3 یه همچین چیزی باشه، 5 ما نقطه باز داریم و آ پریم ما میشه هر چیزی جز این سیاه. دقت کنید من محور اعدادم دقیق با اعداد دقیقش رسم نکردم، یه شکل کلی داشته باشیم کفایت میکنه و فقط اعداد حالا نقاط رو بنویسید که توی بازه‌بندی نهایی دچار مشکل نشید. آ پریم ما میشه هر چیزی جز این سیاه، یعنی از نقطه میشه -3 و خود 5 هم حساب میشه. این آ پریم ما هست. از طرفی -7 تا 1 بسته، -7 مونو یه عدد همچین جایی داریم، 1 بسته مونم از 5 کوچیک‌تره اما از -3 بزرگتره، پس یه همچین حالت اینجا در نظر بگیریم براش منطقیه و این میشه بازه‌ای که داریم. اشتراکش رو ما میخوایم با شکل آبی و بازه آبی که داریم، اشتراکشون میشه دقیقاً این نقطه. خود -7 و -3 به خاطر اینکه توی یکی از بازه ها به ترتیب باز هستش توی اعداد ما لحاظ نمیشه. پس مجموعه اشتراک ما میشه از -7 تا -3 باز. سوال از ما پرسیده شامل چند تا عدد صحیحه؟ عدد صحیحش میشه -6 -5 و -4.
گزینه سوم پاسخ صحیح ماست. و سوال خیلی روتینی از بازه ها بود. سطح Q2 رو به خودش میگیره و بریم سراغ سوال شماره 142. خب میگه چی؟ میگه چند مورد از موارد زیر درست است. یه سوال چند موردی توی ریاضیات. الف میگه مجموعه سلول های عصبی مغز انسان مجموعه نامتناهی است. دقت کنید تمام مجموعه های به قولی طبیعی که توی طبیعت وجود دارن معمولا متناهی هن. حالا مجموعه سلول عصبی مغز انسان هم بالاخره یه تعدادی هن. البته الان یکی حالا ممکنه یه مثالی بزنه برگرده بگه کیهان به قولی نامتناهیه دیگه. ما با این مفاهیم کار نداریم، اما اون چیزی که تو طبیعت و ذات وجود داره و اطرافمون هست معمولا متناهی هن و معمولا ما به مبانی ریاضیات نسبت میدیم این مفهوم نامحدود و نامتناهی بودن. و همین مفهوم کیهان هم خودش کم از فیزیک و ریاضی بهره نبرده که به نامحدود بودن رسیده. پس این کاملا اشتباهه و الف ما غلط میشه. ب ما میگه اگر مجموعه مرجع ما بشه اعداد حقیقی، آ زیر مجموعه ب باشه، در نظر داشته باشید یعنی اگر تو نمودار ون رسم کنیم ب ما یه همچین فرمتی داشته باشه، آی ما هم همچین فرمت آبی خواهد بود و داخل ب. بی میگه مجموعه متناهی باشه، آ هم 100% متناهیه. مجموعه آ پریم اجتماع ب پریم میگه نامتناهیه. خب آ پریم اجتماع ب پریم از دمورگان استفاده کرده و ما ساده سازیشو میکنیم میشه آ اشتراک بی کلش توی پریم و آ اشتراک بی هم همین مفهوم برابر میشه با خود آ. وقتی آ متناهی باشه آ پریم ما میشه نامتناهی. پس این عبارت کاملا صحیحه. بریم سراغ مورد جیم. میگه مجموعه های آ اشتراک ب پریم و آ پریم اشتراک ب جدا از هم هستن. آ پریم اشتراک ب آ اشتراک ب پریم میشه آی منهای ب. آ پریم اشتراک ب هم میتونیم ما جا به جاش بکنیم، تبدیل کنیم به بی اشتراک آ پریم و بنویسیمش بی منهای آ که کاملا اصلا نیازی نیست نمودار ونم دقت کنیم، 100% جدا از هم هستن. و دالش میگه اگر آ برابر باشه با -4 تا 2 بسته، سریع به سراغ محور اعداد میریم مطابق سوال قبلمون. این بازه آ ماست. بی ما میشه از -1 تا 3 باز. -1 یه حالتی اینجا داره، مثلا شما تصور کنید 3 ما هم اینجاست، اینم میشه بی ما. آ ما هم که این بازه سیاهه بود. طول بازه آی منهای بی. آی منهای بی ما کجاست؟ آی منهای بی ما یعنی از هر چیزی که آ هست این اشتراک رو اینجا رو باید کم بکنیم و چی میمونه؟ از -4 باز تا -1 باز. طول بازه آی منهای بی این 3 تا واحده، 4 تا نیست. پس این مورد اشتباهه و در مجموع ما 2 تا مورد صحیح داریم و پاسخ گزینه سومه. البته دقت بکنید که یکی عزیزان ممکنه بپرسن که خب مگه آ زیر مجموعه ب نبود؟ این دقت کنید این برای مورد ب جداست، برای مورد دال جداست، جیم هم جداست. اصلا اون آبی که توی هر گزینه مد نظرشه لزوما همشون یه شرایط یکسان رو ندارن. پس اینکه حالا بگیم توی مورد دال آ زیر مجموعه ب نیست پس از همینجا اشتباهش بگیریم و اصلا در نظر داشته باشه آبی دال با آبی ب و جیم فرق میکنه. در کلی سوال خیلی روتینی بود، سطح Q2 رو به خودش میگیره و میریم سراغ سوال بعدیمون. عزیزان دقت کنن اگه حالا از کانال آپارات دارید ما رو نگاه میکنید، از کانال یوتیوبمون دارید نگاه میکنید، حتما ما رو سابسکرایب داشته باشید، حتما برامون کامنت بذارید. اگر سوالی موردی بود حتما با ما در ارتباط باشید، حتما کمک و راهنماییتون رو انجام میدیم. خب بریم سراغ شماره 143 مون. میگه اگر R مجموعه مرجع باشد، مجموعه یه حالت طولانی میگه با کدام یک از مجموعه زیر برابر است. خب بریم سراغ یه خورده ساده سازی مجموعه صورت سوالمون. آر منهای زد پریم ما خود زد رو به ما میده.
n اعداد طبیعی ماست، منهای کیو پریم اعداد گنگه. خود اعداد طبیعی گویاست و اشتراکی با اعداد گنگ ندارن و این دوتا مجموعه جدا از همن. پس منو تفریقش بکنیم همون مجموعه اعداد طبیعی رو به ما میده و اجتماع مجموعه اعداد طبیعی با مجموعه اعداد صحیح همون مجموعه اعداد صحیح رو به ما میده. از طرفی سمت راست مجموعه اعداد حسابی و اشتراکش با مجموعه اعداد گویا داریم که میشه مجموعه اعداد حسابی و اشتراکش با مجموعه اعداد صحیح هم همون مجموعه اعداد حسابی میشه. ما باید به دنبال گزینه‌ای بگردیم که پاسخ نهاییش بشه مجموعه اعداد حسابی. شاید نکته سخت این سوال و زمان بر این سوال این باشه که شما باید گزینه‌ها رو امتحان بکنید تو این حالت و گزینه‌ها رو بررسی بکنید که به کدومش میرسیم به مجموعه اعداد حسابی. من دیگه توی تحلیل همه رو براتون بررسی نمی‌کنم، صرفاً مستقیم میرم سراغ پاسخش برابر میشه با گزینه 4. دقت کنید که مجموعه اعداد حسابی اشتراکش با مجموعه اعداد گویا همون حسابیه و مجموعه اعداد صحیح اشتراکش با مجموعه اعداد گنگ تهیه و دو تا مجموعه جدا از هم هستن و تهی اجتماعش با هر چیزی همون چیز خودشو میده و برابر میشه با مجموعه اعداد صحیح. پس این سوال خیلی روتینی بود، منتها زمان بر بودنش به قولی از روی سختیش نبود، از روی بررسی کردن گزینه هاش بود. میریم سراغ سوال بعدیمون، سوال شماره 144. دقت کنید توی رشته ریاضی هم ما الان توی سوال شماره 4 هستیم. اگر دو تا بازه یکیشو نیمه باز دومی هم نیمه باز داده، میگه اشتراک غیر تهی داشته باشند چند مقدار صحیح به جای x میتوان قرار داد. یه سوال خیلی خوبیه. البته جدا از اینکه سوال خوبی هست، من راه حلی که توی پاسخنامه براش در نظر گرفته رو چندان نمیپسندم. ما این دوتا بازه رو نمیدونیم این 3x منهای 2 تا 3x و 7x منهای 2 تا 7x نسبت به هم چه ویژگی دارن. بنابراین من اینکه نسبت به هم چه حالتهایی میتونن داشته باشن و توی حالت اول با سیاه و بازه دوم با آبی نمایش میدم براتون، تو حالتی که یک اشتراک غیر تهی داشته باشن. حالت اول اینه که ما یه مجموعه داشته باشیم، آبی ما هم به این فرمت باشه. حالت دوم این مجموعه بازه اولمون، اینم بازه دوممون. حالت سوم حالت 4. توی پاسخنامه ماز چندان نیومده اینا رو بررسی بکنه و برای دانش آموز تحلیلش رو کامل انجام بده و حالت آخرم که یک حالت استثناییمون هستش، این دوتا بازه کاملا با هم یکی باشه. در این حالتها اشتراکشون یک چیزی غیر تهی است. من یکی از حالتها رو براتون بررسی میکنم. حالت اول شما باید با این دوتا نقطه سر و کله بزنید. توی سیاه این نقطه سیاهمون 3x خواهد بود و توی بازه آبی نقطه همین تو خالی ما 7x منهای 2 خواهد بود. در نظر داشته باشید که توی یک حالت 7x منهای 2 مون کوچکتر از 3x و از یه طرفی 3x هم خودش باید کوچکتر از این نقطه 7x باشه که به یک تضاد کاملا میرسیم و اصلا x ما یه بازه در میاد مثبت، یه بازه در میاد منفیه. هم توی این حالت ما به تضاد میرسیم و غیر ممکنه، هم این حالت هم این حالت هم این حالت. تنها حالتی که برای ما وجود داره همین بازه‌ای که این دوتا مجموعه با هم یکسان باشن و فقط به ازای x برابر 0 به عنوان عدد صحیح این پاسخ رو به ما میده. بنابراین فقط ما میتونیم یه دونه عدد صحیح توی این شرایط سوال صدقش بدیم. سوال از این نظر پس Q3 شد که ما باید حالت بندیشو بررسی بکنیم. یه خوردم زمان بر هستش، اما سوال قشنگی بود، سوال راحتی نبود به اون نسبت. خب بریم سراغ سوال شماره 145. میگه اگر آ یک مجموعه متناهی باشه، به مجموعه نامتناهی باشه، کدام مجموعه زیر نامتناهی هست؟ آ اشتراک B. آ یک مجموعه متناهی، اشتراکش با B، یا حالا اینا تهی هن یا اگر اشتراکی هم داشته باشن یه تیکه کوچیکی از آ به عنوان یک مجموعه متناهی، پس پاسخ 1 متناهی خواهد بود.
گزینه دوم میگه آ منهای بی میشه آ منهای آ اشتراک بی. آ اشتراک بی هم گفتیم متناهیه، پس آ رو بعد ازش یک مجموعه متناهی کم بکنیم و خود آ هم یک مجموعی است متناهی، بنابراین به پاسخ متناهی میرسیم. گزینه سوم ما میشه بی منهای آ. از یه چیز نامتناهی یه چیز متناهی، ما حتی اگه کلش رو کم بکنیم بازم یه چیز نامتناهی میمونه، پس پاسخ صحیح ما گزینه سوم هستش. اما من گزینه چهارم براتون بررسی میکنم. آ اجتماع آ اشتراکی بی برابر خود آ هستش. در نظر داشته باشید آ اشتراک آ اجتماع بی، یا بالعکس آ اجتماع آ اشتراک بی، قانون جذب میگه اینا برابر خود آ خواهد بود. اثباتش هم با نمودار ون دقت داشته باشید. ما نمیتونیم روابط مجموعه ها رو اثبات کنیم، فقط میتونیم نمایش بدیم و اثباتش رو ما باید از طریق منطق ریاضیات اثبات بکنیم که جاش اصلا تو این مورد اصلا جاش اینجا نیست بررسی بکنیم. با نقیض و ضد نقیض و همچین حالتاییه. و این سوال هم سوال خیلی گلابی بود، حتی Q2 هم بهش نسبت نمیدیم، Q1 رو نسبت میدیم و میریم سراغ سوال شماره 146. دقت کنید ما الان سوال شماره 6 رشته ریاضی هستیم. میگه اگر B پریم زیر مجموعه A پریم باشد، همینجا یه استوب بدیم، پس یعنی A زیر مجموعه B. میگه مجموعه فلان برابر با کدام مجموعه است؟ آی منهای B. شما تصور کنید آی ما یه همچین حالتیه. برای فهم بهتر دارم نمودار رو میکشم و بچه‌ها اگه شما میخواید سرعت بدید به کارتون همه اینا رو باید ذهنی انجام بدید. از آ بی تا کم میکنیم، این خودش یک مجموعه توهی به ما میده و بی منهای آ رو گفته که اجتماعش با توهی میشه همون بی منهای آ. از طرفی میگه اجتماعش با آ اشتراک بی. آ اشتراک بی هم خود آ رو به ما میده و در مجموع ما چی داریم؟ آ اجتماع بی منهای آ و یا به عبارتی میشه آ اجتماع بی اشتراک آ پریم و اگر من اجتماع رو پخش بکنم میشه آ اجتماع بی اشتراکش با آ اجتماع آ پریم. آ اجتماع آ پریم که به ما مجموع مرجع رو میده و اشتراکش با هر چیزی همون چیزه و برابر میشه با آ اجتماع بی و آ اجتماع بی هم به خاطر اینکه چون آ زیر مجموعه بی هست برابر خود بیه. سوال از ما چی خواسته؟ متمم پاسخو خواسته، برابر میشه با ب پریم گزینه 4 رو. یه سوال خیلی روتین سطح Q2 رو بگیره و بریم سراغ سوال شماره 147. میگه فرض کنید 3 تا NA برابر 4 تا NB باشه و NA اشتراک B برابر 2 تا NA منهای B باشه. خب این دقت کنید داره تعداد اعضای اون بازه یا مجموعه رو به ما میده. ما تعداد اعضای یک بازه یا مجموعه رو هم با میتونیم دو تا علامت آر خط مثلا صاف نشون بدیم یا میتونیم با همین n نمایشش بدیم که چون تو کنکور n رایج هستش منم سوال رو همون با همون مفهوم n حل میکنم. از برابری دوم یه سری نتایجی میخوام بگیرم. n اشتراک b برابر میشه با 2 تا n آ منهای 2 تا n آ اشتراک بی. چرا؟ چون آی منهای بی ما میشه آی منهای آ اشتراک بی. از طرفی من 2 تا n آ اشتراک بی بیرون میبرم سمت چپ و میرسم به نتیجه 3 تا n آ اشتراک بی برابر میشه با 2 تا n آ. بنابراین n آی من برابر میشه با 1.5 n آ اشتراک بی. از طرفی دارم 3 تا n برابر 4 تا n بیه. 3 تا n آی من برابر 4 تا n بیه و خود n آ هم میدونستم طبق همین نتیجه‌ای که گرفتم برابر 1.5 n آ اشتراک بیه. یه ضرب در 3 انجامش بدیم 4 تا n بی برابر میشه با 4.5 n آ اشتراک بی. 4.5 ما همین عدد 9 دوم هستش. حالا برای اینکه از یه طرفی هم کسر رو داشته باشیم اینو نوشتم براتون. خب این تا اینجا
از یه طرف دیگه ما n رم کامل و خالصانه میتونیم بر اساس همین n اشتراک b حساب بکنیم و بنویسیم n b ما هم برابر میشه با 9/8 n a اشتراک b. این شد نتایجی که از فرضای سوال داریم. از یه طرف دیگه فرض دوم ما رو داده n a اجتماعی b برابر 26. n a اجتماعی b میشه n a به علاوه n b منهای n a اشتراک b. برای علاقه‌مندان میگم به این فرمول هایی که مربوط به حالا محاسبه مخصوصا n a اجتماعی b، این از آنالیز ترکیبی نشأت گرفته و ما بهش میگیم اصل شمول و عدم شمول و خیلی مسائل زیبایی میشه باش حل کرد. حتما اگه علاقه‌مند بودید جستجوش بکنید. خب n a ما بر اساس n a اشتراک b میشه 1.5 تا، حالا من دیگه می نویسم اصلا 1.5 تا n بنویسم خیلی خلاصه. n b ما هم 9/8 n، این 1.5 من بنویسیم به قولی 3/2 یا ضرب در 4 برابر بکنیم میشه 12/8 منهای 8/8 n که برابر میشه با 21 منهای 8/8 n a اشتراک b و حاصل هم برابر میشه با 13/8 n a اشتراک b که این پاسخ برابر شده با 26. 26 رو با 13 ساده میکنم به 2 میرسم، پس n a اشتراک b ما برابر میشه با 16. سوال چی خواسته از ما؟ n b چی میشه؟ میشه 9/8 16 و پاسخ برابر میشه با 18. گزینه سوم پاسخ ما هستش. یه سوال خیلی زیبایی بود و خیلی ترتمیزم ما حلش کردیم. سطح Q3 رو به خودش نسبت بگیره و بریم سراغ سوال شماره 148. میگه در یک کلاس 75 نفری دانش آموزان عضو تیم فوتبال یا والیبالن یا در هیچ کدام از این دو تا رشته فعالیت نمی‌کنن. همینجا یه پیش‌فرضی بهتون بدم بچه‌ها، تو این تیپ سوالات که کمم نیستم مخصوصا تو این فصل مجموعه ها، همیشه نمودار ون رسم بکنید که یه فهم راحتی بهتون بده و خیلی راحت هم میتونید این تیپ سوالا رو با نمودار ون حل بکنید. اصلا نیاز به راه حل پیچیده‌ای نداره. ما توی سمت راست عزیزان والیبالی رو داشته باشیم، توی سمت چپ فوتبالی ها رو، و بیرون از این محوط هم که اصلا نه فوتبال بازی میکنن نه والیبال. خب بریم فرض های مسئله رو توی نمودار ون پیاده بکنیم. تعداد کسانی که ورزشکار هستند 2 برابر تعداد کسانی است که فقط یکی از دو رشته فوتبال یا والیبال رو انجام میدن. خب این تا اینجا. و فرض دومم به ما میگه تعداد فوتبالیست ها 5 برابر تعداد کسانی است که فقط والیبال بازی میکنن. اینم فرض دوم. من ترجیح میدم اول فرض دوم رو پیاده کنم بعد فرض اول رو بالعکسش، چون من میتونم بگم این کل این دایره که فوتبالی هاست اگر در نظر بگیرم 5x، کل این دایره که فقط والیبال انجام میدن طبق فرض 1 برابر x خواهد بود. از یه طرفی میگه تعداد کل کسانی که ورزشکارن برابر میشه با 6x. 2 برابر کسایی که فقط یکی از دو رشته فوتبال یا والیبال انجام میدن که میشه این بخش، بذارید با هایلایت مشخص کنم، به علاوه این بخش نصف 6x و برابر 3x. طرف راست که x بود، پس طرف چپ ما توی این ناحیه برابر میشه با 2x. این وسط کوچیک ما هم برابر میشه با 3 تا x. سوال از ما چی خواسته؟ اگر 15 نفر هیچ ورزشی انجام نده، بیرون 15 نفره، کلاس 75 نفره، پس 6x ما برابر میشه با 75 منهای 15 یا برابر 60. x ما برابر میشه با 10. میگه چند نفر فوتبال بازی میکنن و فقط هم فوتبال بازی میکنن، میشه 2x. 2x برابر میشه با 20. گزینه دوم پاسخ صحیح هست. سوال خیلی راحتیه با نمودار ون و برای اینکه حتما همگی هم راه حل زیبا رو ببینن من سطح Q3 رو بهش نسبت میدم و که کسی از این راه حل جا نمونه. بریم سراغ شماره 149 مون.
میگه با توجه به شکل‌های زیر یه سوال الگو میگه تعداد چوب کبریت ها در مرحله 11 کدام است. من قدیم الایامم بهتون گفته بودم به کنکوری های سال گذشته که داشتیم آزمون جامع تحلیل میکردیم، اینکه من سوالات الگو رو جمله عمومی به دست نمیارم و سعی میکنم با فهمی که روی شکل دارم حلش بکنم. چرا؟ یک، توی محاسبات باعث میشه کمتر خطا کنم و دو، ساده تره. شما الان تصور بکنید ما توی شکل اول یه دونه از این خونه‌های ستایی داریم، دوم هم یه دونه داریم، سومی میشه 3 تا 3 تا 3 تا، چهارمی هم 3 تا 3 تا 3 تا، احتمالاً پنجمی هم میشه 5 تا، ششمی هم میشه 5 تا، هفتمی هم میشه 7 تا و همینطوری ادامه میده. پس همشون با ضرایب فرد داره و اینطوری سعی میکنم به قولی شکل رو برای خودم تحلیل بکنم. خب شکل دوم یه دونه کمتر داره از خودش، شکل چهارم هم یه دونه کمتر داره، یعنی شکل‌های زوج یه دونه انگار کمتر از خودشون این ستونا رو دارن و شکل‌های فرد هم به تعداد خودشون دارن. پس شکل 11 ما 11 تا از این ستون‌های ستایی داره. هر کدوم از این ستون‌های ستایی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 تا چوب کبریت تشکیل دادن. پس ستون‌های ما توی شکل 11 میشه 11 ضرب در 10 110 تا چوب کبریت. این تا اینجای کار. اما شکل‌های بعدی ما اضافه شدن این بین هاست و دقت بکنید توی شکل‌های فرد یه دونه کمتر از فرد جفت دوتایی اضافه شده، یعنی اینجا 2 تا دوتایی اضافه شده، اینجا 0 تا دوتایی اضافه شده. پس توی مرحله 11 هم 10 تا باید دوتایی اضافه بشه، میشه 20 تا و 110 به علاوه 20 هم برابر میشه با 130. به همین سادگی بدون اینکه اصلا جمله عمومی رو به دست بیاریم کامل از پس سوال بر اومدیم و اصلا اشتباه محاسباتی و اینا اصلا سختی خاصی هم برای ما نداشت. بریم سراغ سوال شماره 150. میگه جمله دهم الگوی خطی فلان با جمله چندم الگوی درجه دوم این برابر است. خب جمله اول ما -1 هستش، قدر نسبت 4 داره. جمله دهم الگوی اول ما میشه A1 به علاوه 9 تا قدر نسبت، میشه -1 به علاوه 36 و برابر 35 حاصل. از طرفی ما بریم جمله عمومی الگوی درجه دوممون رو به دست بیاریم. جمله عمومیش به فرمت AX2 به علاوه BX به علاوه C باشه و X هم اندیس ما، همون N ما، شماره جمله ما باشه. به ازای x برابر 1 a به علاوه b به علاوه c به ما میده 14. به ازای x برابر 2 4a به علاوه 2b به علاوه c به ما میده 11 و به ازای x برابر 3 9a به علاوه 2b به علاوه c x ما به ما میده 10. دو تا جمله اول از هم دیگه کم میکنم. -3 برابر میشه با 3a به علاوه b و b رو به دست میارم -3a منهای 3. از یه طرف دیگه به ازای اینجا، ببخشید این 3b اینجا قلمش نیفتاده، به ازای 3b همین -3a منهای 3 رو میذارم میشه -9a منهای 9 و از اینجا c ما به دست میاد 19. از یه طرف دیگه ما بریم سراغ جمله اولمون. a به علاوه b به علاوه 19 برابر 14. a به علاوه b -5 به ازای b همین عبارت رو میذارم، بنابراین میشه -2a منهای 3 برابر منهای 5 و a ما برابر 1 میشه، بنابراین b ما هم برابر میشه با -6. جمله عمومی ما میشه x2 منهای 6x به علاوه 19 که من باید برسم به جمله 35 عدد 35 و بنابراین x2 منهای 6x منهای 16 ما برابر میشه با 0. این معادله درجه دوم حل میکنیم، با تجزیه میرسیم به عبارت x منهای 8 در x به علاوه 2 برابر 0 و x ما یا -2 که اندیس منفی قابل قبول نیست یا x ما برابر 8. پس میشه هشتمین جمله الگوی درجه دوم ما. یه سوال صرفا محاسباتی و سختی خاصی هم نداشت از این نظر
و همین سطح Q2 رو بهش نسبت بدیم و بریم سراغ سوال شماره 151. یه زمانم ببینم که زیاد از حدم تو این آزمون تایم نذاریم. خب بریم سراغ سوال شماره 151. میگه اعداد طبیعی رو به صورت یک سری دسته‌بندی خاصی میگه دسته‌بندی میکنیم. یه دقتی بکنیم به این دسته‌بندی ها. 1 تا 4 اینجاست، 5 تا 10 اینجاست، خب 11 تا 18 اینجاست. انگار الگوش اینه. 4 تا عدد اینجاست، 6 تا 8 تا تو دسته بعدی هم احتمالاً 10 تا، همینطور 12 تا 14 تا ادامه پیدا میکنه. سوال چی خواسته؟ مجموع جملات دسته ششم به کدوم بخش پذیر نیست. دسته ششم من 14 تا عدد داره. دقت کنید آخرین عدد هر دسته همین برابر میشه اینجا 0 به علاوه 4، اینجا قرار میگه 4 به علاوه 6 میشه 10، 10 به علاوه 8 میشه 18. بنابراین آخرین عدد دسته پنجم برابر میشه با جمع همه اینها. 18 به علاوه 10 28، 28 به علاوه 12 هم برابر میشه با 40. پس دسته ششم از عدد چی شروع میکنه؟ از عدد 41 شروع میکنه. 14 تا عدد تا 55 باید ادامه پیدا کنه. مجموعشون چی میشه؟ میشه 55 به علاوه 41 ضرب در تعدادشون تقسیم بر 2 میشه ضرب در 7 و برابر میشه با 96 ضرب در 7. نیاز نیست تقسیم رو انجام بدید چون بحث بخش پذیری خواهد بود. به 8 میخوره 8، 12 میخوره بهش 7 و اینجا یه دونه 3 ضرب در 2 به توان 5 ضرب در 7 داریم. به قولی اعدادش البته یک لحظه صبر کنیم، فکر کنم یک جا رو ما اشتباه کردیم. بله اشتباه ما تو عدد آخر بود، اینجا به علاوه 13 باید انجام میشد. 54 جمعشون میشه 95 ضرب در 7 و برابر میشه با 19 5 7. بله و بر 3 بخش پذیر نیستش. پس پاسخمون برابر میشه با گزینه اول و یه سوال خوبی بود. سطح Q3 رو بهش نسبت میدیم. دقت کنید من دیگه نیومدم جمله عمومی تعریف بکنم، جمله عمومی رو بین بازه ها بنویسم و اومدم یه راست اصلا دسته شیشمو برای خودم دستی ساختم و پیچیدش نکردم سوالو تا بتونم حالا سریعتر حلش بکنم. بریم سراغ سوال شماره 152. میگه در دنباله حسابی Tn T10 برابر منفی 29. بنابراین T1 به علاوه 9 تا D که میشه قدر نسبت برابر منفی 29. از یه طرفی T1 به علاوه 12 تا D هم میشه منفی 44. این دوتا رو اصلا کم بکنم T1 ها ساده میشن و میرسن به 3D برابر میشه با منفی 15 و D ما برابر میشه با منفی 5. از یه طرفی جایگذاری بکنیم توی یکی از معادله ها، یا این یا اینجا فرقی نمیکنه. من تو دومی بذارم چون همه رو اولی میذاشتیم. T1 منهای 60 برابر منهای 44 و جمله اول ما برابر میشه با 16. خب جمله اول ما 16 شد، قدر نسبت ما هم منفی 5 شد. میگه چندمین جمله این دنباله برابر منفی 204. 16 به علاوه n منهای 1 مون ضرب در منهای 5 برابر منفی 204. 16 اینجا ضرب نیست به علاوه است. یه منها بکنیم منفی 220 منفی 5 ضرب در n منهای 1. یه تقسیم بر منفی 5 انجامش بدیم میرسیم به عدد 44 برابر میشه با n منهای 1 و n مون برابر میشه با 45. پاسخ برابر میشه با گزینه سوم. یه سوال خیلی روتین سطح Q2 رو بگیره و بریم سراغ سوال شماره 153. خب میگه در یک دنباله حسابی با جملات مثبت یک رابطه آ4 به توان 2 منهای آ1 به توان 2 برابر آ3 ضرب در آ5 برقراره. خب من این رابطه رو یه بازش رو انجام بدیم. میشه آ4 منهای آ1 در آ4 به علاوه آ1 که داده مزدوج برابر میشه با
به قولی A1 اینجا به علاوه 3D، اینجا هم A1 به علاوه 3D و پاسخ میشه 3D ضرب در 2A1 به علاوه 3D و برابر میشه با A1 به علاوه 2D در A1 به علاوه 4D. این معادله رو بازش میکنیم. 6 تا A1D به علاوه 9 تا D به توان 2 برابر میشه با A1 به توان 2 به علاوه 6 تا A1D به علاوه 8 تا D به توان 2. 6 A1D رو با هم خط میزنیم، 8D2 رو میاریم اونور و D به توان 2 برابر میشه با A1 به توان 2. سوال از ما چی خواسته؟ قدر نسبت چند برابر جمله اوله. D به روی A1 رو میخواد که برابر میشه با مثبت منفی 1. چون جملات مثبت گفته، حالت مثبتش برای ما مد نظر هستش و پاسخ برابر میشه با گزینه 4. یه سوال خیلی روتینی بود. بریم سراغ سوال شماره 154. میگه دو تا دنباله حسابی روبرو چند تا جمله مشترک کوچکتر از 459 و بزرگتر از 359 دارن. دوباره ما میتونیم حالا یه حالت اینه که جمله عمومی ها رو در بیاریم، جمله عمومی مشترک هم بنویسیم و بگیم بین این بازه است. یه حالت هم این میشه که آقا اعداد رو خیلی دستی بنویسیم. چون من راه حل دوم رو براتون ما قبلش رفتم، یه دونه هم با جمله عمومی میخوایم بریم. قدر نسبت جمله الگوی اول 6، قدر نسبت الگوی دوم 7. پس قدر نسبت الگوی مشترک ما میشه کمیمیم این دوتا عدد و برابر میشه با 42 با جمله اول 1. بنابراین آی ان ما میشه A1 به علاوه n منهای 1 در 42 و جمله عمومی ما میشه 42 n منهای 41. این باید بین 459 و 359 باشه. 42 n منهای 41 بین 459 و 359 باید باشه. بنابراین 42 n باید بین 500 و 400 باشه. خب اینجا رو در نظر داشته باشیم. تقریبا انمای تقسیم بر 42 انجام بدیم و صحیحش بکنیم. انما میشه یه چیزی از بازه تقریبا 10 تا 11. بله درسته و کلا دو تا عدد صحیح برای ما اینجا پاسخو میده. n برابر 10 و n برابر 11. گزینه دوم پاسخ صحیح ما است. یه سوال خیلی روتین سطح Q2 رو بگیره و بریم سراغ سوال شماره 155. یه سوال الگوی خیلی ساده، ما هم مطابق همون سوال الگوی پیشین براتون حل میکنم. منتها یه ترکیبی هم با دنباله هندسی و به قولی حسابی انگار داره. میگه در دقیقه یک دنباله حسابی جمله 11 برابر تعداد دایره های سفید در شکل ششمه. تعداد دایره سفید توی شکل اول میشه 4 ضرب در 1، توی شکل دوم میشه 4 ضرب در 2، پس توی شکل ششم میشه چی؟ 4 ضرب در 6 برابر 24. جمله 11 میشه A1 به علاوه 10D برابر 24. از طرفی گفته جمله 14 ما یعنی A1 به علاوه 13D با تعداد دایره سیاه توی شکل 4. دایره سیاه یه دونه مستطیل n در n مربع n در n وسطه با 2 تا اضافه گوشه و کنار. پس توی شکل 4 میشه 4 ضرب در 4 به علاوه 2 18. اینا با هم برابرن. بنابراین 3D ما یه تفریق انجام بدیم از هم میرسیم به منفی 6D ما منفی 2. این تا اینجا و به جای حالا یکی از این معادلا میذاریم اینجا منفی 20 و A1 ما در میاد 44. سوال از ما چی خواسته؟ میگه چندمین جمله این دنباله حسابی برابر 0. A1 به علاوه n منهای 1D باید بشه 0 که میشه 44 منهای 2n به علاوه 2
46 منهای 2n و n ما در میاد 23مین جمله. پاسخ گزینه دوم هستش و سوال خیلی روتینی بود، اما ترکیبش با حالا دنباله ها یه چیز جذابی بود، قشنگ بود. خب بریم سراغ 5 تا سوال آخرمون. دقت کنید توی دفترچه رشته ریاضی هم ما الان توی سوال شماره 16 هستیم. میگه جمله سوم یک دنباله هندسی که میشه A1 ضرب در Q به توان 2، A1 جمله اول و Q قدر نسبت ما هست. میگه با قدر نسبت مثبت برابر 72. جمله پنجمم برابر 162. بنابراین این دوتا رو با هم تقسیم بکنم میرسم به Q به توان 2، میشه 162 به روی 72 و اینم خودش برابر میشه با 3 دوم. مجموع جملات اول و دوم میخواد. A1 به علاوه A1 Q رو میخواد از ما به دست بیاریم که چند. اگر Q به توان 2 برابر 3 دوم باشه، بنابراین A1 ضرب در 9 چهارم برابر میشه با 72 و A1 ما هم میشه 4 ضرب در 72 تقسیم بر 9 و برابر 32 خواهد بود. بنابراین این عبارت ما هم میشه 32 به علاوه 32 ضرب در 3 دوم 48 به علاوه 32 و پاسخ برابر 80 میشه. گزینه سوم یه سوال خیلی روتین از دنباله هندسی سطح Q2 رو بگیره و بریم سراغ سوال شماره 157. بین دو تا عدد 1 دوم و 256، 1 دوم جمله اول ما 256 اینجا 8 تا واسطه درج کردیم، پس 256 جمله دهم ما میشه. به قولی واسطه همون هم هندسیه، میشه A1 ضرب در Q به توان 9. A1 ما هم اگه 1 دوم باشه بنابراین Q ما برابر میشه با 2. بزرگترین و کوچکترین واسطه رو اختلافشون رو میخواد. اینجا ضرب در 2 1، اینجا یه تقسیم بر 2 128، اختلافشون برابر 127. یه سوال خیلی گلابی سطح Q1 رو بگیره و بریم سراغ سوال شماره 158. میگه در دنباله هندسی و یک دنباله غیر حسابی این حالت رو داشته باشیم، واسطه حسابی جملات چهارم و هفتم کدام است؟ دقت کنید ما یه مفهوم واسطه حسابی داریم، یه واسطه هندسی داریم. واسطه حسابی دو تا عددی مثل A و B میشه A به علاوه B دوم یا همون میانگین، اما واسطه هندسیشون میشه رادیکال A ضرب در B. این دوتا مفهوم متفاوته. خب وقتی که دنباله هندسی داریم این ضرب در Qی شده 3x، اینجا ضرب در Q شده 5x به علاوه 2. پس این دوتا رو 2 به 2 با هم تقسیم بکنم به همین قدر نسبت Q باید برسم. بنابراین 3x تقسیم بر 2x منهای 1 برابر 5x به علاوه 2 تقسیم بر 3x خواهد بود. یه طرف این وسط این انجام بدیم، یه معادله درجه 2 حل کنیم. 9x2 برابر 10x2 منهای x منهای 2 و 9x2 رو میارم سمت راست، x2 منهای x منهای 2 برابر میشه با x منهای 2 در x به علاوه 1 که برابر 0. x من یا در میاد 2 یا در میاد منفی 1. اگر x 2 باشه جملات ما میشه 3 6 12 و قصه هاست. اگر منفی 1 باشه جملات ما همینطور میشه منفی 3 منفی 3 منفی 3 که هم دنباله هندسیه اما دنباله حسابی هم هست با قدر نسبت 0. بنابراین x نمیتونه منفی 1 باشه، منفی 1 نوکیه و مثبت 2 اوکیه. جملات چهارم و هفتم واسطه شونو میخواد با جمله اول 3. جمله چهارم ما میشه به قولی 3 ضرب در 8 مون. جمله هفتم ما هم میشه 3 ضرب در 64. اینجا میشه 192، اینجا میشه 24. یه جمع و تقسیم بکنیم 192 به علاوه 24 دوم میشه 216 دوم و برابر میشه با 108. پاسخ میشه گزینه دوم. یه سوال خیلی روتین سطح Q2 رو بگیره. بریم سراغ سوال یکی مونده به آخرمون.
میگه جملات سوم و جملات پنجم یک دنباله هندسی به ترتیب جملات دوم و پنجم یک دنباله حسابی غیر ثابت هستند. خب میگه اگر جمله اول دنباله حسابی برابر 0 باشه، جمله ششم دنباله هندسی چند برابر جمله دوم اونه؟ خب جمله سوم دنباله هندسی ما میشه آ1 ضرب در کیو به توان 2، پنجمش میشه آ1 در کیو به توان 4. میگه به ترتیب جملات دوم و پنجمن برای یک دنباله حسابی هن. یعنی آ1 ضرب در کیو به توان 2 ما انگار میشه آ پریم به علاوه دی. آ پریم جمله اول همون دنباله حسابیه. آ1 ضرب در کیو 4 ما میشه آ پریم به علاوه 4 دی. از طرفی آ پریم هم میگه برابر 0. این شد تا اینجای کار. از یه طرف دیگه ما خب پس جمله پنجممون رو داریم 4 دی، جمله سوممون رو داریم دی و میدونیم که جمله پنجم حالا تقسیم بر جمله سوم ما میده کیو به توان 2 که برابر میشه با عدد 4. پس کیو ما میشه مثبت منفی 2. سوال چی خواسته برای ما؟ جمله ششم دنباله هندسی که میشه آ1 در کیو به توان 5 چند برابر جمله دومه؟ آ1 در کیو میشه کیو به توان 4. بله و پاسخ برابر میشه با 2 به توان حالا مثبت منفی 2 به توان 4 و پاسخ برابر 16. یه سوال خیلی ساده، سطح کیو2 رو بگیره. اصلا مثبت منفی کیو هم مد نظر نبود. من تصور میکردم حالا روی اون بحثی وجود خواهد داشت، اما خیلی ساده تر از این حرف هست. کلا آزمون خیلی آزمون ساده و گلابی بود این هفته ماز برای رشته تجربی و حسابان رشته ریاضی، اما هندسه رشته ریاضی با سوالات زیبایی داشت، اما سبک و سیاقشون تقریبا هر 10 تا سوال تو یک سبک و سیاق بود. اما بریم سراغ سوال آخر. میگه در دنباله هندسی TN با شرط اینکه TN کلا یه دنباله هندسی مثبته، T6 به علاوه T8 داده 20. بنابراین میشه T1 در کیو به توان 5 به علاوه T1 در کیو به توان 7 برابر 20 که میشه یه T1 کیو به توان 5 فاکتور میگیرم میرسم به کیو به توان 2 به علاوه 1. از طرفی T10 منهای T6 هم میشه T1 در Q9 منهای T1 در Q5 یه برابر میگه 60 یه T1 در Q5 فاکتور بگیرم میرسم به عبارت Q4 منهای 1 که یه مزدوج میتونم بزنم. این عبارت ها با هم برابرن، برابر 20. پس Q2 منهای 1 برابر 3 هستش و Q به توان 2 برابر میشه با 4 و Q ما میشه مثبت منفی 2. چون جملات مثبته پس مثبتش اوکی، منفیش برعکس نوشتم اینو نوکی و Q ما برابر میشه با 2. از طرفی ما بریم سراغ معادله اولمون. 32 تا T1 برابر بشه با 1 تقسیم بر 5 بله 4. T1 ما میشه 4 32 یا 1 هشتم. جمله دوم از ما میخواد که میشه A1 در Q برابر میشه با 1 هشتم در 2 که پاسخ برابر 1 چهارم. این سوالم سوال خیلی ساده ای بود. در کل آزمون برای حالا تمام دانش آموزا یه سطح استاندارد و متوسط رو به ساده ای رو داشت و حتما حالا پیشنهاد میکنم صرفا یه دور آزمون خیلی سریع و آزمون وارانه، نه اینکه زمان زیادی براش بذارید، حلش رو انجام بدید. اما در کل فصل ساده ای هم بود. سوالات خیلی سخت‌تری میتونستن بدن حداقل وقتی یه فصل ساده است. و همین تحلیلمون هم تموم شد. برای بچهای رشته تجربی و هم حسابان رشته ریاضی، بچهای رشته ریاضی میتونن تحلیل هندسه هم از ویدیوهای بعدی کانال دنبال بکنن. مجددم یه یادآوری انجام بدم، حتما ما رو هم از کانال یوتیوبمون هم از آپاراتمون میتونید دنبال بکنید و کامنت بذارید، سوال بپرسید، ما پاسخگو هستیم. و تحلیل های درس های دیگه هر آزمونم میتونید حالا چه زیست، فیزیک، شیمیه از کانال آزمونیتی داخل فضای تلگرام هم دنبال بکنید.
هر سوالی موردی داشتید میتونید با شماره تماس خود من 0936 637 1068 یا با آیدی تلگرامی آریان در ارتباط باشید. پیشنهادی، انتقادی، صحبتی چیزی بود، من در خدمتتون هستم. امیدوارم یه تحلیل خوبی بوده باشه براتون و خسته نباشید.